ویدیوهایی که پخش میشه خیلی درصد کمی از ماجرا رو نشون میده، به خاطر اینکه اول از همه ما نمیتونیم گوشی ببریم با خودمون، موبایل نمیتونیم حمل کنیم با خودمون به دو دلیل. یکی اینکه یه سری از بچه‌ها میترسن که ردشون رو بزنن و شناسایی بشه از طریق موبایل کسی که میره و شبانه دستگیرشون کنن. این بارها پیش اومده توی همین تظاهرات و تظاهرات‌های قبلی. دو اینکه ممکنه گوشی رو بزنن اطلاعاتیا. یه دلیل دیگه هم داره. سه اینکه اگه دستگیر بشی، من اگه دستگیر بشم، خب اطلاعاتم توی اون گوشی به دستشون میفته و اون خودش یه جرم اضافه میشه. پس گوشی بردن خیلی سخته. دلیل بعدی اینه که اینترنت خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. الان من یه تیم قوی دارم، اینجوری راحت میتونم، یعنی هر کسی که از ایران بتونه با شما صحبت کنه یه تیم پشتشه. آدمای معمولی خیلی اصلا دسترسی الان 20 و چند روزه، 24 5 روزه خیلیا دسترسی مطلقاً به واتساپ نداشتن، به اینستاگرام نداشتن، به توییتر حالا یا پلتفرم‌های دیگه که همه رو فیلتر کردن، به هیچ وجه دسترسی نداشتن. اغلب کسایی همون دسترسی معمولی رو دارن که از خارج از کشور براشون وی پی ان خریداری میشه. کسایی رو دارن، اقوامی رو دارن نزدیک خارج از کشور و اونا هم این کارو براشون انجام میدن. پس آپلود کردن ویدیو هم سخته. فیلم برداری ترسناکه برای کسی که انجام میده، چون توی دید مأمور قرار میگیره و منفک میشه از بقیه و بیشتر روی اون زوم میشن. فرستادنش هم براشون ترسناک میتونه باشه، به خاطر اینکه ممکنه حالا به هر نحوی شناسایی بشن و یه جرم خیلی خاص‌تر براشون در نظر بگیرن. پس بخش خیلی کمی از ماجرا پخش میشه. خیلی جاها تظاهرات هست اصلا کسی نمیدونه، خیلی جاها جنایت هست اصلا کسی نمیدونه. وضعیت ایران ببینید بخش‌های مختلفی داره. ایران سرکوب خیلی متفاوته، خیزش‌ها خیلی متفاوت هستن. جاهایی مثل خوزستان همیشه اینطور بوده، یعنی چیز جدیدی نیست. جاهایی مثل خوزستان، سیستان بلوچستان، کردستان، این سه تا شدیدترین سرکوب وجود داره. توی تظاهرات‌های قبلی هم ما دیدیم که با تانک روبروی مردم نیستن، با هلیکوپتر میان از بالا تیراندازی میکنن به مردم، با دوشکا تیراندازی کردن به مردم خوزستان و سیستان بلوچستان. حالا بعد از اون به نظرم استانهای شیراز، مازندران، گیلان، اصفهان، مشهد، اینا رو خیلی، و تهران، سرکوب توی اینا خیلی شدیده. حالا قطعا به اون شکل نیست که با تانک و دوشکا حمله کنن به مردم، ولی از کلاشینکوف استفاده میکنن در مقابل مردم یه جاهایی که دیگه خیلی میترسن. بعدش هم استانهای دیگه. سال 98 جنایت خیلی بزرگی توی ایران انجام داد جمهوری اسلامی و به نظر من نظر شخصی خودم رو میگم که تنبیه سنگینی شد از داخل و از خارج. یه دلیلش اینه، خب یکی از تنبیه ها این بود که ریزش کرد. ببینید اینا با تبلیغ خاصی دارن حکومت میکنن سالهاست، با تبلیغ اینکه ما حکومت رأفت هستیم، یعنی ما حکومت مهربانی هستیم، لطف هستیم، بخشش هستیم، طرفدار مردم ضعیف هستیم. اینا با این شعارها اومدن. پس بخشی از طرفدارهای اینا که بهشون ایمان دارن، به این شعارها ایمان دارن، وقتی میبینن برعکسش انجام میشه ریزش میکنن، تعدادشون کم میشه، به تعداد ما افزوده میشه. خب مسلما حکومت این رو نمیخواد تکرار کنه. یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگهش اینه وجهه بین المللی خیلی برای اینا مهمه. حالا همه فکر میکنن که این سخنرانی‌های جدیدی که پیش میاد، مثلا اژه‌ای گفته که بیاین صحبت کنیم، از ترسش. به نظر من اینجوری نیست. به نظر من داره نشون میده به جامعه بین المللی، یعنی داره ادا در میاره، میخواد بگه نگاه کنید مردم دارن به ما ظلم میکنن، نه ما ظلم به مردم. اون به نظر من اون قصدش اینه و حالا بقیه‌شون که اینجوری اومدن همه هماهنگ اینجوری اومدن صحبت کردن. پس جامعه بین المللی هم خیلی مهمه. حالا ما چیز خیلی خاصی این بار داریم، حمایت
اصلا غیر قابل تصور ایرانی های خارج از کشور، کسایی که اصلا اهمیتی براشون نداشت سیاست یا حتی شرایط داخل ایران، اصلا اهمیتی براشون نداشته بود، در واقع چیزی بود که ازش گذشته بودن و حالا به یه زندگی جدید رسیده بودن و البته حقشون هم بود و حقشون هم هست. ولی این بار اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتن و اینقدر ما به یه خانواده تبدیل شدیم که نمیتونن اصلا. شما حالا نگاه کنید به، شما خارج از کشوری بهتر میدونی چقدر گریه میکنن برای ما. این دیدگاه بین ایرانی‌ها داره عوض میشه، عوض شده. این دیدگاه بین ایرانی‌ها عوض شده چند ساله. به نظر من از 88 به بعد با یه موج تند این تفکر تغییر کرد، با یه شیب تند ببخشید. و خب دلیلش هم اینه که ببینید این حکومت بر اساس بر پایه یک ایدئولوژی بنا شده، حکومت اسلامی. شما اینو که نمیتونی تغییر بده. اگه اینو تغییر بده خب کل حکومت تغییر کرده. این شلاقی که ما میخوریم به خاطر چیه؟ به خاطر همون ایدئولوژیه. دخالت میکنه حکومت، دخالت میکنه توی شخصی ترین مسائل زندگی مردم ایران، توی روابط اجتماعیشون، توی پوشاکشون، توی غذا خوردنشون. تو یه ماه اجازه نداری توی روز غذا بخوری، اگه بخوری شلاق میزنن بهت. اصلا وحشتناک این کلمه، این شلاق خیلی چیز عجیب غریبیه، اصلا غیر قابل به نظر من برای اروپایی‌ها اصلا یه چیز عجیب غریبی باشه که توی این دوره با شلاق آدما رو بزنن، اونم به خاطر اینکه غذا خوردن. همین. خب اینو چجوری شما میخوای تغییر بدی؟ خب اگه اینو تغییر بدی که دیگه حکومت اسلامی نیست اسمش، پس چیزی به اسم اصلاح وجود نداره. شما با یه حکومتی طرفی، شما با مافیایی طرفی. حالا کاری با اون ایدئولوژی نداری، شما با مافیایی طرفی که حاضر کل جهان رو بکشه، اهم از انسان و حیوان و گیاهان، ولی قدرت دستش باشه، پول دستش باشه، سلاح دستش باشه. قدرت منظورم قدرت سیاسیه. خب امکان نداره شما حتی بتونی مذاکره کنی با اینا. اصلا امکان نداره. ما توی این 40 اندی سال داشتیم، خیلی زیاد داشتیم کسایی که خواستن سر میز مذاکره بشینن با جمهوری اسلامی، البته به دعوت خود جمهوری اسلامی، و سر میز مذاکره ترور شدن. خب چطوری میشه با اینا سازش کرد؟ اصلا امکان نداره. دلیل این تغییر اینه که مردم ما دارن به این باور میرسن. مردم ایران خیلی آدمای صلح طلبی هستن، خیلی آدمای مهربونی هستن، حالا به خاطر تاریخشون بوده، به خاطر تمدن یا هر چیزی که بوده، ولی دارن به این باور میرسن که راهی جز خشونت در مقابل خشونت نیست، راهی به جز مقاومت نیست. نمیشه با گفتگو حلش کرد، امکانش نیست. بارها خواستن نشده. کوچکترین نقدی رو بر نمیتابه جمهوری اسلامی. شما همین الان دارین میبینید چند هزار نفر دارن دستگیر میشن، ورزشکارای ملی ما دارن دستگیر میشن. این خیلی مسخره است به خدا. که نه، ترس که کلا ندارم، ولی من پیشبینی خودم رو میگم. پیشبینی من اینه که به مرور زمان بخش شجاعتر و با ایمانتری که الان حضور دارن، توی این 3 هفته، بیش از 3 هفته حضور داشتن، کسایی که تیر خوردن کردن، این بخش مقاومت میکنه. بخش های دیگه به مرور همینطور که الان دارید میبینید به ما ملحق میشن، بخش های دیگه به ما ملحق میشن. این جمعیت گسترش پیدا میکنه تا جایی که ممکنه. ما الان مردم خیلی آگاه و باهوشی داریم. احتمالاً ببینید دفعه قبلی مردم سال 98 بخشی از مردم خیلی زود تقابل مسلحانه رو شروع کردن. یه بخش خیلی کوچیک البته مال چند تا دونه شهر. الان میبینیم که این کارو نمیکنن، به خاطر اینکه میدونن به نفع حکومته. چرا؟ چون تا زمانی که ما به جمعیت میلیونی نرسیم فایده ای نداره. اگه شما توی تظاهرات خشن برخورد کنی، جمعیت ما ریزش میکنه، میترسن مردم.
خب اونا آدمای عادی هستن، نظامی که نیستن. خب سلاحی هم که ندارن، دست خالی اومدن اونجا. فرض کنید که من اسلحه یهو وسط جمعیت اسلحه در میارم رو به نیروهایی که اسلحه رو به ما گرفتن، مردم خود ما میترسن میرن. من پیش بینیم اینه که جمعیت بدون اینکه ما همینطوری که الان داریم پیش میریم با دست خالی در واقع گسترش پیدا میکنیم، اونا همینطوری که الان دارن ریزش میکنن بیشتر ریزش میکنن و به یه جمعیتی میرسه که اصلا کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. حتی شک هم من به این حرف ندارم، خیلی به نظرم واضحه. ما اصلا نمیپذیریم شخص رو. امروز جامعه ایران متفاوته، ما لیدر نمیپذیریم، یک شخص رو ما اونقدر بزرگ نمیبینیم. جامعه ایران رو میگم، نه فقط من، الان دانشجوها، بچه های خیابون، کارگرها، یک شخص رو اونقدر بزرگ نمیبینن. الان اگه یه لیدر ما داشتیم بخش زیادی از ما ریزش میکرد به خاطر اینکه اونو قبول نداشتن. به نظر من نیاز به یه شورای گذار داریم ما، لیدرهای مختلف از زبان ما، حالا خارج از کشور باشن حتی داخل زندان باشن، اون اهمیتی نداره. ما نیاز به یه شورای گذار داریم که در حال شکلگیری هم هست. خب این چیزیه که به مرور باید پیش بیاد و در حال انجام هم هست و این شورای گذار شکل میگیره، حالا از بچهای داخل، بچهای خارج و میگم بچه‌هایی که داخل زندان هم هستن، داخلش نظرهای اونا اعمال میشه، گفتگو میشه، فراخوان‌ها هماهنگتر میشه. این هم بخشی از این پروسه است، بخشی از این رونده و پیش میاد. نگاه ما به خارج از کشور نیست و ما منتظر کمک کسی هم نیستیم. حالا یه سری از دولت‌ها اعلام حمایت از مردم ایران کردن، یه سری از دولت‌ها به خاطر لابی‌های سنگین جمهوری اسلامی و پول زیادی که از بابت نفت ایران و گاز ایران میتونه خرج کنه ازش حمایت میکنن، حتی سکوت کردن تا الان خیلی ها. اینا برای ما از اون حمایت ها متشکر هستیم، روحیه میده به ما، ولی حمایت هایی که از جمهوری اسلامی میشه اهمیتی برای ما نداره. این روند رو هیچ دولتی نمیتونه جلوش رو بگیره، جلوی انقلاب رو دولت های خارجی نمیتونن بگیرن. ببینید این خب قطعا تاثیر داره، ولی حقیقتا ما نگاهمون اصلا نباید به اون طرف باشه. منی که داخل هستم، واقعیت اینه ما سپاسگزاریم از بچه‌های خارج از کشور، هموطنامون خارج از کشور، بخشی از این که اینا نمیتونن سرکوب رو به حد سال 98 برسونن، بچه‌های ایرانیای خارج از کشور هستن، ولی ما نگاهمون به داخل. خب مسلما تاثیر داره، ولی حتی اگه انجام نشه هم ما کار خودمون رو میکنیم. من خودم رو فقط یک نفر میبینم بین تظاهرات کننده، فقط همین، هیچ چیز بیشتری نمیبینم. وظیفه من این بوده. ببینید وظیفه یه جمعیت اینجا وجود داره، فرض کنید 10 نفر، هر کسی یه وظیفه ای داره اینجا، ولی تفکیک برتری پیدا نمیکنه بر دیگران. اصلا همین ما رو یک پارچه کرده، این که مثل یه خانواده به هم دیگه نگاه میکنیم. نمیدونم، به خدا به خاطر شخصیتم شاید، نمیدونم، ولی فقط من آخه اینجوری نیستم. ببینید شما میتونید جامعه رو به بخش‌های مختلفی تقسیم کنید. حالا من به خاطر اینکه موسیقی کار میکنم بیشتر دیده شدم، وگرنه آدم مثل من خیلی زیاده تو ایران. الان تمام کسایی که توی تظاهرات حضور دارن شاید از منم خیلی شجاع‌تر باشن، شاید که نه، حتما هستن. من هر بار که میرم داخل تظاهرات همش نگران اینم که اگه منو دستگیر کردن نکنه بخشی از تظاهرات کننده ها ناامید بشن، ناراحت بشن، چون الان ما نیاز به قصه نداریم. الان اگه عزیزای من دو طرفم کشته بشن، من نباید گریه کنم، باید خشمگین بشم، باید دنبال محاکمه باشم.
حالا نه توحش، محاکمه. بله نگران این هستم. حالا سعیم هم میکنم بالاخره تا جایی که میتونیم، هم خودم هم کسایی که توی تیمم هستن خیلی خیلی زیاد مایه میذارن برای من. یعنی پیش اومده کسی دستگیر بشه که من دستگیر نشم توی این چند روز. یاد خیلی قوی، نه توی این تظاهرات، توی هر تظاهراتی که من حضور داشتم. من سال 98 سال 97 که کسی زیاد ازش یاد نمیکنه، سال 96 هر بار من توی تظاهرات بودم زنها فوق العاده شجاع بودن، خانوما فوق العاده شجاع بودن. معمولا اولین کسی که شعار میداد یه خانوم بود. معمولا خانوما می اومدن جلوی ما میستادن. البته یه دلیلش این بود که پاسدارای جمهوری اسلامی به خاطر فرهنگی که ما داریم و روی خانم ها، خب بالاخره، حالا من خودمو نمیگم و نمیخوام دفاع کنم از این فرهنگ یا بر علیهش باشم، به خاطر فرهنگی که ما داریم روی خانم ها بیشتر حساس هستیم ما و حرمت بیشتری برای ما دارن. و خب یه دلیلش هم اینه که پاسدارا دیرتر جرأت میکردن خانوما رو بزنن، که البته الان دیگه میبینیم که اصلا براشون هیچ اهمیتی نداره هیچی. من این بار دارم یگان ویژه رو واقعا مثل یه مدل حیوان میبینم. خیلی عجیب غریبن، خیلی وحشیان، واقعا نمیشه هیچ مقایسه ای نمیشه کرد با انسان اینا رو. ایران آزاد نمیدونم تعریفش، آخه خیلی چیز مشخصیه. تعریفش اینه که شما وقتی میری تو خیابون پلیس میبینی نترسی، احساس امنیت بکنی. تعریفش اینه که شما بتونی شادی کنی، شادی جرم نباشه. شادی توی ایران جرمه، رقص توی ایران جرمه. ایران آزاد به نظر من کشوریه که لباس شخصی ها نتونن تو رو توی خیابون بدزدن و قانون ازشون حمایت کنه. ایران آزاد به نظر من کشوریه که عوامل جمهوری، عوامل رژیم مجوز تجاوز نداشته باشن، تجاوز جنسی، مجوز اسید پاشی نداشته باشن. ایران آزاد، ببینید ما خیلی فاصله داریم با ایران آزاد، اصلا یه چیز 180 درجه. من اطمینان دارم تا کمتر از 6 ماه دیگه انقلاب میشه و با علمی که به جامعه دارم، به خاطر اینکه خب من رپرم، خیلی تو جامعه باید بگردم، همیشه خیلی باید معاشرت کنم تا بتونم پر کنم ذهنمو برای نوشتن. از جامعه رو من خیلی زیاد میشناسم، مخصوصا پایین جامعه رو. وقتی پایین جامعه اینقدر آگاهه، بالا مسلما خیلی آگاه تره. آگاهی زیبایی میاره برای وطن ما، آگاهی برای ما دوستی میاره، صلح میاره. من اطمینان دارم که ما به زودی، وقتی میگم به زودی همون 6 ماه یه سال میگم دیگه، منظورم فردا که نیست، بازی کامپیوتری نیست. باید تلاش کنیم، باید مقاومت کنیم، باید بجنگیم، ولی ما به زودی به یه کشور فوق العاده زیبا میرسیم، به یه جامعه خیلی زیبا میرسیم. پیغامم به ایرانیای خارج از کشور که خب فقط میتونم بگم خیلی دوستشون دارم، خیلی ممنونیم ازشون، ولی به مردم کلا، به مردم خارج از کشور من دعوتشون میکنم به این که اگه تو رفاه زندگی میکنن، دولت‌های خودشون رو فشار بیارن به دولت‌های خودشون که دولت‌های خودشون تلاشی بکنن برای مقابله با ظلم حکومت‌های جانی به مردم مظلوم مثل افغانستان. الان ما توی افغانستان همسایه ما، الان ما تو افغانستان شاهد این هستیم که طالبان با یه تعداد کمی نیرو حمله کرد،
معلوم نیست چطوری چه چیزی پشت پرده وجود داشته، طالبان از طرف کدوم حکومت ساپورت شده که تونسته اینقدر راحت افغانستان رو بگیره. از بعد به ورودش ما شاهد تجاوز هستیم به دخترای افغان، الان شاهد نسل کشی هزاره ها هستیم. خب چرا هیچ حکومتی هیچ جای دنیا هیچ کاری نمیکنه؟ نمیگیم حمله نظامی بکنن بهشون، چرا بایکوتشون نمیکنن به صورت کن؟ چرا نمیبندنشون؟ چرا یه طالب باید اجازه داشته باشه بیاد توی رسانه صحبت کنه؟ یه تروریست، یه متجاوز، کسی که داره الان همین الان داره نسل کشی میکنه، چرا شما باید بهش تریبون بدید؟ حداقل چیزی که وجود داره تریبون چرا بهش میدید؟ همین.